مرحله دومه. اینم پیشنهاد میکنم هر دوتاتون ببینید، چون باید یه سری چیزای دیگه توی همین فیلم. خب تو فیلم دوم ما این سری کارا رو داریم که اینجا یادداشتشون کردم. این متن‌ها رو بعدا واسهتون توی بله میذارم یا تو تلگرام فرقی نداره، توی یکی از این اپلیکیشن ها میذارم و استفاده کنید. خب تو این مرحله اولا باید ببینیم پروژه ما این اضافه شده، باید اینو روی کامپیوتر خودمون اضافه کنیم. واسه اضافه کردن این وارد پوشه پارکیفایمون میشیم. تو این قسمت که شما اینو ندارید، اینجا شما گیت بش رو باز میکنید و باید به اینترنت هم دسترسی داشته باشید توی همه مراحل، یادتون باشه. و این امبارات رو می نویسید گیت پول رو که بنویسید توی اینتر بزنید، این پوش اضافه میشه با تمام فایلایی که داخلش. این از این. واسه اینکه ما اینا رو اضافه کنیم دو تا چیز لازم داریم. یکی که همون پایتونه که باید داشته باشیم، یکیشون هم جنگو هستش. واسه اینکه ببینیم پایتون داریم یا نداریم، اینجا cmd سرچ کنید، بنویسید پایتون دو تا خط ورژن. خب اینجا ببین نوشته پایتون من ورژن 3.14.4. پایتونتون باید ورژن بالای 3 ممیز، هر بالای 3 باشه کافیه، مثلا نسخه 2 اینا نباشه. اگه پایتون نداشتی چیکار میکنید؟ پایتون نداشته خیلی راحت میاد اینجا یه سرچی میزنید و پایتون رو نصب میکنید. نصب پایتون خیلی خیلی ساده تر از این حرف است. مرحله دوم کاری که باید انجام بدید اینه که باید جنگو رو نصب کنید. واسه نصب جنگو اولا اینترنت داشته باشید، اصلا VPN لازم نیست، فقط اینترنت رو روشن باشه، خیلی کم حجمه. و یه نکته مهمترم بگم، واسه اینکه پای جنگو رو نصب کنید بهتر این کارو بکنید، داخل هم پوش سورس که میاد اینجا cmd بزنید و اینجا نصب کنید. خب اینجا می نویسید pip install django. فقط این دی داره، دی جنگو دیر که خونده نمیشه قاعدتا، یادتون نره این دی رو بنویسید. اینو اینتر رو بزنید، یه دقیقه یکی دو دقیقه صبر کنید، تمام فایلاش دانلود میشه خود به خود و نصب میشه و شما لازم نیست هیچ کار دیگه انجام بدید. اگه این دوتا رو انجام دادید، حالا میرسیم به قسمت اصلی که اینجا منحصرا برای نفر دوم. این قسمت اصلی همون کپی و پیست کردنه. اینجا مقدارها رو ننوشتم که چی رو باید تو چی آپلود کپی کنید یا پیست کنید، بعد اینو تکمیل میکنم، اینم واسهتون میفرستم که قشنگتر بفهمید. خب واسه این کار ببینید این که مال سورسمونه، مال همون همگیت اصلیمونه. خب من یه پوشه دیگه هم واسهتون میفرستم. این پوشه‌ای که واسهتون میفرستم مال چیه؟ ببینید من اینجا بهتون گفتم که چند تا نسخه داریم. خب اینجا بهتون گفتم چند تا نسخه داریم. این واسهتون میفرستم نسخه تکمیل ورژن یکشه، یعنی ورژن یک همه کدا نوشته شده، نه اینکه مرحله مرحله وارد کنیم. همه کدا نوشته شده، همه این مراحل انجام شده، هر چیز مرحله و نسخه کاملشه. اینو واسهتون میفرستم، شما باید اونو باز کنید. خب این مثلا من الان اینجا تو اون پوشه هستم، مین اسمش مین گذاشتم، واسهتون میفرستم، احتمال مین یک بذارم. شما اینجا باید چیکار کنید؟ توی پوشه مینتون خب وارد پارکینگ میشید، توی پارکینگ وارد مدلز میشید. وارد مدلز که شدید، بعد برمیگردید به همون سورسمون، توی سورس هم وارد پارکینگ میشید، وارد مدلز میشید. اینجا هم ببینید چقدر فرق داره، این کاملشه. اینجایی که من بخش خودم رو انجام دادم و کار زیادتری انجام ندادم، فقط بخش خودم. نفر دوم میاد چیکار میکنه؟ از اینجا کدهای از خط C و 9 یعنی کلاس پارکینگ سپیس، از C و 9 کپی میکنه تا 44. خب اینم کپی کنید، به صلاح کار خودمونه. تا 44 کپی میکنه و 45 کپی که کرد میاد در این قسمت اینا رو اضافه میکنه. کجا؟ همینجا. ببینید اینو یادتون نره دوستان، اینجا نباید باشه. خب این نباید اینجا باشه. من قشنگترم نشون میدم. اگه اینجا باشه خطا میده. اصل پایتون این کارو میکنه. خطا بده دیگه به درد نمیخوره. باید کجا باشه؟ باید اینجا باشه. این چیزم بردارم من. این آره. باید اینجا باشه. خب یادتون باشه کلاس ها باید اینجا باشه. پس این قسمت 39 تا 44 که کپی کردید اینجا پیست میکنید. بعد یک کلاس دیگه هم اضافه میکنیم، خط vehicle record، همون ثبت خودرو، ثبت ورود خودرو. خط 59
تا 88ش، یعنی کلشو. اینش هم نفر دوم کپی میکنه و اینجا میذاره دنباله کلاس قبلی که همون کلاس پارکینگ سپیس بود، همون خط 39 تا 44. اینو واسهتون مینویسم. بعد اینجا که کپی پیست کرد، اینجا تکمیل که شد کنترل اس رو میزنه. کنترل اس رو که زد کامل میاد بیرون. دوباره به پوشه مین میره. توی پوشه مین این بار میره سراغ دوباره همون پارکینگ، این بار میره سراغ ویوز. این قسمت این میشه گفت مهمترین فایل ماست. خب این منطق کار ما کلا اینجاست که چیکار میکنه. اینو باید واسه دوستان توضیح بدیم. اینجا سری کار بیشتر داره. اینجا رو که باز کرد دوباره میره توی سورس. توی سورس هم دوباره ویو رو باز میکنه. حالا این کارو میکنه. اینجا میبینی که دو تا کتابخونه داریم. خب باید کتابخونه 1 و 2 که همین دوتا هستن حفظ بشه. البته یه توصیه بهتون میکنم، این اصلا در نظر نگیرید. خب همون فایلی که واسه تو فرستادم، خط 1، ببین اینا الان واسهتون شماره گذاری میکنم. خط شماره 1، شماره 2، شماره 3، 4 رو ول کنید و شماره 5 به اضافه اینم یاد داشته باشید. شماره پس فقط اینا ترافیک نداشته باشه. خب شیفت هم نداشته باشه، میمونه یوزر، پارکینگ سپیس و ویکل ریکورد. این سه مورد رو داشته باشه. خب اینو خودتون حذف کنید، پاک کنید، اضافه کنید هرچی. به اضافه خط شماره 8 و خط شماره 9 یا همون ایمپورت رندوم و ایمپورت استرینگ، اینا رو کپی میکنه. به اضافه اینا رو که کپی کرد، به اضافه خط 10، یعنی از این خط خال اینجا تا خط 63. 63 میشه کجا؟ اینجا تا اینجا، یعنی قبل لاگین اپراتور ویکل اگزی، یعنی قبل خروج خودرو. این واسه نفر سوم. تا اینجا رو کپی میکنه و اینجا پیست میکنه. اینا رو پاک کنید، اصلا اینا لازم نیست. پس اول اینا رو پاک میکنه. بعد جایی که بهتون گفتم تو مورد قبلی، یعنی خط 1 و 2 و 3 و 5 فقط یوزر پارکینگ و ویکل ریکوردش رو به اضافه خط 8 و 9 به اضافه از خط 10 تا 63 میاد اینجا پیست میکنه. پس اینجا خالی میشه. بعد اونا رو پیست میکنه. بعد پیست کردن دوباره کنترل اس میزنه و از این هم میاد بیرون. حالا میمونه URLs، همون لینک ها بود، لینک هایی که باید داشته باشیم. اینجا اینا رو که میبینید دوباره قسمت مین اونم باز میکنیم. باز که کردیم میبینید اینا خیلی بیشترن. خب اینا فقط 2 تا پث داره. اینجا باید از خط 7 تا 10 هم اضافه کنیم، این 2 تا پث و این کامنت هم اضافه کنید. چطور هم اضافه میکنید؟ اینو کپی کردید، یادتون باشه اینجا یک فضا باز میکنید و پیست میکنید. خب یعنی این یادتون باشه باید بین این 2 تا علامت باشه. خب من اینا رو میبندم. اینا رو هم که اضافه کردید دوباره کنترل اس و میایید بیرون. حالا قسمت های اضافه کردن ما توی کد ها تموم شد. خب حالا میایید وارد تمپلیت میشید از مین. پس مین، پارکینگ، تمپلیت. وارد تمپلیت که شدید اینجا 2 تا قسمت باید اضافه کنید. یکیشون اپراتور مینه، این نفر دوم فقط باید اینو اضافه کنه به اضافه قسمت ورود خودرو. این دوتا رو کپی میکنه. یادتون باشه باید کپی کنید. کپی میکنه. بعد که کپی کرد میاد تو سورس پارکینگ تمپلیت که اینجا فقط یکی هست، فقط لاگین هست، اینجا پیست میکنه. پیست که کرد حالا برمیگردیم. این قسمت ما، قسمت اصلی ما که همون کدا بود، یعنی کل این قسمت تموم شد. خب این قسمت تموم شد. ما اینقدر مقدار رو تموم کردیم. اینقدر مونده که خیلی هم ساده است. خب خیلی هم ساده است. اینم در این لحظه داره ترنسلیت میکنه واسمون، دستش در نکنه. برمیگردیم به پوشه سورسمون. به پوشه سورسمون که برگشتیم اینجا باید CMD رو تو همون سورس باز کنیم. خب و این 2 تا مقدار رو بذاریم. یعنی چطور؟ اینجا باید دوباره بنویسیم CMD. بعد اینکه CMD رو نوشتیم این 2 تا مقداری که واسه میفرستم رو کپی کنید یا بنویسید python manage.py بعد make immigrations. اینو که می نویسید یعنی خط اولو که نوشتید من اینجا کپی میکنم و اینجا پیست میکنم. پیست که کردم یه اینتر بزنم تموم شد. این هم نوشته اصلا تغییر نکرده. البته نباید من این کارو میکردم ولی خب زدم. حالا واسه مورد دوم هم همین کارو میکنیم. دوباره توی همون CMD که اینجا باز میکنیم. یادتون باشه CMD رو
توی همونجا باز کنید، یعنی لحظه توی همینجا CMD رو باز کنید. خب بعد این کار باید گیت رو باز کنیم. گیت رو همینجا باز میکنیم، گیت بشه رو میزنیم. اینجا خیلی مهمه. اولا گیت اد رو میزنیم، یعنی می نویسیم گیت اد نقطه. اگه گیت اد رو بزنیم باید یه سری فایل ها سبز بشن قاعدتا. بعد اینکه گیت اد رو زدیم میرسیم به این قسمت. این قسمت رو من قراره ببین نوشتم کپی کنید و پیست کنید، ننویسید خودتون، خواهش میکنم ننویسید، کپی و پیست کنید. این خیلی مهمه. این واسه چیه؟ ببینید من اینجا نوشته این فایل ها رو من 2 هفته پیش آپلود کردم، در حالی که من اینا رو شاید پریشب آپلود کرده باشم یا دیشب. این همون رمز کاریه که میخوایم انجام بدیم. من این مقدارا رو تغییر میدم واسهتون با توجه به چیزی که باید نفر دوم انجام بده، و این مقدارم تغییر میدم و این هم تغییر میدم که چی باید بنویسید و واسهتون قرار میدم. اینو نفر دوم از اینجا تا اینجا کپی میکنه، اینجا پیست میکنه و اینتر میزنه. فقط اینجا پیستش نباید، کنترل وی نزنید، کلیک راست و پیست. تموم شد و رفت. بعد اینکه این کارو کرد گیت پوش رو بنویسید و اینتر بزنید و تموم میشه کار نفر دوم. اگه نفر دوم این کار رو انجام داد پیام بده تو بله، من فیلم واسه نفر سومم ضبط میکنم.